دادگاه عالی تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه در مورد چهره‌های معروف سیاسی و خادمان دولتی سابق را به تغییر گذاشت. دادگاه بازنگری این پرونده دیروز 1 اپریل آغاز شد و تا امروز پس از ظهر 2 اپریل ادامه کرد. یکی از وکیلان دفاع محکوم شدگان پس از اتمام جلسه دادگاهی کوتاه به ما گفت که حکم به تغییر گذاشته شد. برآمد وکیلان دفاع دعوای محکوم شده ها به نظر گرفته نشد، حتی از رخشانه نیست. دادگاه زینه اول 5 فوریه این چهره ها را از 8 تا 27 سال روانه زندان کرده بود. دادگاه در روز اول جلسه دعوای همراخان ظریفی، شاکرجان حکیموف، عبدالفیض عطایی، نوراحمد غنیزاده را شنیده بود. امروز دعوای اکبرشاه اسکندرов، احمدشاه کاملزاده، سید جعفر عثمانزاده و رخشانه حکیمova شنیده شد. با گفته یکی از وکیلان دفاع در روز اولی جلسه بازنگری حکم زینه اولی دادگاه شاکرجان حکیموف بیش از 2 ساعت سخنرانی کرده نکته به نکته با تکیه به قانونگذاری تاجیکستان حکم زینه اولی دادگاه را به پایه خوانده و بیگناهی خود تاکید کرده است. همچنین به گفته این وکیل دفاع باقی محکوم شدگان نیز در دعوای خود به بیگناهی خود تاکید کرده از دادرس زینه کاساسیونی خواستند که آنها را آزاد کند. شنیدن دعوای محکوم شده ها تا نیمه اولی روز 2 اپریل دوام کرد و دادرس ها در نیمه دوم روز همگی در ظرف 10-15 دقیقه تصمیم خود را اعلان کردند. نزدیکان محکوم شده ها با رسانه ها آشکارا صحبت نمی کنند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت چیزی شد که آنها انتظارش بودند. حالا با گفته یکی دیگر از وکیلان این قضیه پس از 5 روز این جلسه حکم زینه اولی دادگاه اعتبار قانونی پیدا می کند. نزدیکان محکوم شدگان میگویند هنوز درباره بردن شکایت نظارتی از مرحله کاساسیونی تصمیم نگرفتند. آنها 17 فوریه از زینه اولی دادگاه شکایت کاساسیونی برده خواستار بازبینی حکم و آزاد کردن پیوندانشان شده بودند. پس از این شکایت چند سازمان بین المللی خواستار بازبینی پرونده شده بودند. 130 بانوی تاجیک در روز 8 مارس که در تاجیکستان روز زن مادر تجلیل می شود از امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته بودند که رخشانه حکیمova مادر 2 فرزند خردسال و یگانه زن در این پرونده را آزاد کند. نزدیکانشان میگویند از زمان بازداشت تا کنون موفق نشدند که پیوندانشان را ملاقات کنند. آنها برای این به دادگاه عالی تاجیکستان و به سردار سرریاست زندانهای تاجیکستان نامه نوشتند، ولی در این نهادها با آنها گفتند که هنوز قطعا اجازت نیست، باید منتظر باشند.